جواناشون که سرمایه هاش هستن ببیند که دوباره هویتشون رو پیدا میکنن، دوباره گم شدهشون رو پیدا میکنن، دوباره در جستجوی معنای زندگیشون که الله جل جلاله باشد اینطوری تلاش میکنن و حرکت میکنن و ابراز علاقه میکنن و وقتی که گم شدهشون رو پیدا میکنن نمیدانن چطوری اون گم شده را در آغوش بکشن. الله ما الله خوبی هاست، الله ما الله پاکی هاست، الله ما الله مهربانی هاست، الله ما الله زیبایی هاست، الله ما الله خوبی هاست، خوبی آفرین و خوبی پسند و خوبان پسند است. از بدی و بدان بدش می آید چون خودش خوب است. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خیر پیش توست، خیر محض پیش توست، جای دیگر خیر سراغ نداریم مگر خیری که از جانب تو آمده و نزد اونها به ما آدرس داده باشه. کل خیری که در وجود هست در زمین و در آسمان است از این الله یک پارچه خیر است و الله خیرخواه بندگانش هست. خیرخواه تر از الله پیدا نمی شود. پروردگار را از اون خیرات بی نهایت و از اون خوبی های بی منتها نصیب این علاقمند به خوبی بکن. اینها همه علاقمند به خوبی های تو هستند. پروردگار را خوبی هایت را نصیبشان بفرما تا یک پارچه خوب و پاک بشوند. الله ما الله پاکی هاست. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله پاک است و پاکی آفرین است و پاکی پسند است و پاکان پسند است و اهل طهارت است و طاهرین و پاکین و پاکان و پاکیزگان را دوست می دارد و به نبیش توصیه کرده که پاکیزه ها را بر امتش حلال بفرماید. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. از آلودگی و ناپاکی بدش می آید و خشم می گیرد و ناپاکان را از درگاهش می راند و اونهایی که خواهان طهارتند اونها را به آغوش پاک خودش می کشاند. پروردگارا این جوانای علاقمند خواهر و برادر ما و پدرها و ریشسفیدا و مادرای ما و فرزندان و نونهالان ما و نوجوانان ما که این همه از خودشون طهارت و پاکی نشان میدهند و عشق و علاقه به طهارت و پاکی و پاک شدن در ماه پاکی، در ماه مبارک رمضان و فاصله گرفتن از آلودگی و رو آوردن به تو که الله پاکی ها و خدای پاکی ها هستی. پروردگارا چی می شود از پاکی خودت، از پاکی که نزد خودت هست؟ پروردگارا بر ما القا بفرمایی. پروردگارا این جمع را طاهر و پاک و پاکیزه قرار بدهید. پروردگارا همه رو طاهر و پاک بگردان و ذره از وساوس گناه و آلودگی را نه در افکارشان و نه در دلهاشون پروردگارا با این نور معرفت و پاکی و طهارت باقی مگذار و ناپاکان و پلیدان را از این جمعی که علاقمند به پاکی هستند پروردگارا دور بگردان و هیچ سهمی و امیدی برای پلیدان و ناپاکان پروردگارا در این جوانان پاک ما، خواهر و برادر پاک ما، پدر و مادر پاک ما و فرزندان پاک ما که رو به تو آوردن و به پاکی آوردن و به خانه طهارت و پاکی آوردن که خانه تو باشد، پروردگارا هیچ سهمی و امیدی برای اونها باقی مگذار و اونها را ناامید بگردان و دوستان را امیدوار به پاکی بگردان. الله ما الله مهربانی هاست. پروردگارا تو دل دادی، در سینه های ما تو دل گذاشتی، قرار دادی، دل آفریدی و در دلهای ما محبت جاری کردی از اون رحمتی که نزد خودت هست، از اون رحمانیتت، از اون رحیمیتت، از اون ارحم الراحمینیتت. پروردگارا تو یک پارچه رحمت و شفقت هستی، تو یک پارچه مهر و محبت و صفا و صمیمیت و نوازش هستی. پروردگارا از اون رحمت و شفقت وسیع و بیکرانت پروردگارا در این شب رحمت، پروردگارا در این خانه رحمت، در این ماه رحمت، در این برنامه‌ای که 8 رحمت است
پروردگارا بر دلهای ما بباران، پروردگارا بر روح و روان و وجود ما اون رحمات بیکرانت را بباران، پروردگارا این همه گناهان ما را در ذره از رحمتت محو بفرما، پروردگارا با اون نور ایمانی که بر دل این جمع میتابید و در دل این جمع قرار میدهید و اون نور ایمان بر چهره هاشون و سیماشون منعکس می شود، پروردگارا یک پارچه را در خانه نور، در برنامه نور، پروردگارا نورانی و منور و زیبا و درخشان و سفید رو بگردان. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. نگاه به چهره مؤمنان واقعا عبادت است. از چهره شما ما سیر نمی‌شویم. پروردگارا این جمع را ویژه و خاص خودت بگردان. پروردگارا برای هیچ خلقی از خلقت در این جمع خدایی و ربانی سهمی مگذار. پروردگارا دلهای ما را از هر سو به سوی خودت بر بگردان. پروردگارا ما را در همه امور زندگی خاتمه به خیر بگردان. پروردگارا ما دعا کردن بلد نیستیم. پروردگارا اون چیزی که صلاح دنیا و دین و آخرت ماست و آینده نزدیک و دور ماست، پروردگارا اون را عطا بفرما. پروردگارا هیچ کس را از این جمع ناامید بر مگردان. پروردگارا هیچ کس را از این جمع ناامید بر مگردان. پروردگارا با محبت خودت و محبت دینت و محبت کتابت و محبت دوستانت بین این دلهای این جمع محبتی ناگسستنی پروردگارا و الفتی ایمانی و ربانی پروردگارا برقرار بفرما. پروردگارا همه ما را سربازان بدون مرخصی و مخلص ربانی خودت و بندگان مخلص خودت و دین خودت پروردگارا و امت اسلامی قرار بده. یک عزیز به من میگه درباره جهاد صحبت بکن، یک جوان نوخاستی به من میگه درباره جهاد صحبت بکن، مثلی که دلش هوای شهادت کرده. مگر شما زندگی نداری؟ مگر نمیخواید ازدواج بکنی؟ مگر نمیخواید خانه درست بکنی؟ مگر نمیخواید رسید مالتون بالا ببری؟ مگر نمیخوای برو بیایی در دنیا داشته باشی؟ مگر نمیخوای سفر دور دنیا و نکات زیبای دنیا رو ببینید؟ مگر آرزوهای متعدد نداری؟ چطوری در سن نوجوانی و جوانی میگی درباره جهاد صحبت بکن؟ جهاد به چه منجر میشود؟ به شهادت و مردن منجر میشود. جوانهای ما معنای واقعی زندگی را در معنای واقعی مردن دارن پیدا میکنن. چرا آدم خوشحال نباشه؟ تو همین مسجد 40 سال پیش 35 سال پیش که ما 6 ساله و 7 ساله بودیم و 4 ساله بودیم، باور بکنیم بعضی موقع امام جماعت خدا رحمتش بکنه دیر میرسید یا مریض میشد، 5 تا 10 تا پیرمرد سال خورده بودن که نگاه میکردن اگر 2 دقیقه از اقامه گذشته بود نگاه ساعتشو میکردن ملا نیامد، یکی اونجا میستاد، یکی اونجا میستاد، یکی اونجا میستاد، یه نمازی به تنهایی میخوندن و سرشون پایین مینداختن و میرفتن. که باور میکرد که امروز همون مسجدی که 4 تا پیرمرد اینجا اگر یک روز امام تأخیر میکرد همه ترک جماعت میکردن، انفرادی نماز میخوندن، امروز اینجا یکی از پاگاه‌های هدایت در روی زمین باشد که این همه جوان علاقمند در خانه خدا شرکت بکنند. قلوب العباد بین اصبعین من اصحاب الله. اون خونهای مجاهدینی که ریخته می شود و افتخار و علما که ریخته می شود واقعا حیات دلها و حیات قلوب است. جوانای ما خیلی هاشون خیلی چیزها رو تجربه کردن و هم رو درواسی نداریم. جوانی خیلی چیزها همراهشه، اما آخر برنامه جوانان ما مطمئن شدن و به یقین رسیدن که از هر کانالی که برن به بنبستن، هر چی که تجربه بکنن تجربه تلخه و نهایتاً به کامشون نمیره و نهایتاً به بنبست میرسن و نهایتاً پریشان و پراکنده دل میشون و متشتت میشون. تشخیص دادن بعد از تجربه خیلی چیزها که تنها راهی که راه سعادت و آرامش است راه الله الصراط المستقیم است. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. راه انبیاست، راه صدیقین است، راه شهداست، راه صالحین است.